در یک جای قرآن کریم میگه که شما که گناه میکنین این گناه وسیله آمدن بلا بالایتان میشه. مصیبت که بالایتان می از دست چیتان است؟ گناهتان. و بعد به تعقیب اون آیت خداوند میگه که و یعفو عن کثیر. ما زیاد گناه میکنیم باید زمین کف شوه، سنگ بالای ما بباره. نظر به این گناهی که میکنیم چرا بالای ما سنگ نمیباره و ما مسخ نمیشیم، آتش در نمیگیریم، همگی ما زنده و زار؟ او عفو میکنه بسیاری گناه ها را. بگوین الله اکبر. او صاحب فضل است. یعنی یکی دو گناه را گرفته که یگان چیزی برای ما نشان میده مصیبت یه عمق گناه کرده. گناه دیگری داره اما یکی دو گناهشو برش جزایش نشان در دنیا داده، بقیه رو چی کرده؟ و یعفو عن کثیر. بسیاری گناه ها را بخشش کرده چون صاحب رحمت است. گرفتش کم، دادن زیاد برای مسلمان ها. کافرها را خود دنیا چیزی نمیگه، باز در آخرت با همراهشان گپ میزنه. الله اینا را شاید شما بگویم ما بگویم هلاک کنه، اما هرگز در اول ما این دعا را نکردیم و نمیکنم. همیشه دعای اول ما و شمایی است که الله اینا را مسلمان بگردان، چون ما دوست داریم بشریت طرف جنت بره و بگوی لا اله الا الله. و همیشه گفتیم دوم بار که الله او دشمنایی که مسلمان ها را تباه کرده رئیس و نمیخواه مسلمان شوه، اینا را اونا را هلاک بگردان. اونایش هلاک بگردان که نصیب ایمان نداره. خدای اونا را هلاک بگردان. اونایی را هلاک بگردان که ختم الله علی قلوبهم نیست. کفر دو قسم است. یک قسم کفاری که ختم بر قلبش است، اصلا ابدا مسلمان نمیشه، الله او ظالما را هلاک بگردانه. یک قسم کافرای است که نصیب ایمان دارن، الله اونا را هلاک نکو، اونا را مسلمان بگردان.